درود بینندگان عزیز، در صحبت بهاری ما قرار دارم هنرمند مردمی هم تاجیکستان و هم ازبکستان استاد مردان معلومов. استاد برای شما بهار و جشن‌های بهاری مبارک باشد. تشکر که پیشنهاد ما را رد نکردید و در این روزهای بهاری برای بینندگان و خوانندگان سامانه رادیو آزادی بخش تاجیکی رادیو آزادی راضی شدید که صحبت کنید و این صحبت ما دوستان عزیز در زادگاه استاد در شهر سمرقند باستانی صورت گرفته شده است. استاد چون ما گفتیم حالا در عرفه جشن‌های بهاری قرار داریم، من می‌خواستم صحبت از همین شروع کنیم. شما رو در شهر سمرقند عموما در محیط تاجیک نشین هم جمهوری ازبکستان و هم در دیگر منطقه‌های جهان همچون یکی از سرآمدان صنعت موسیقی همین شهر میدانند و میخواستیم از برآمدهای نوتون ما رو آگاه کنید. من میخواستم که اول همین همه مخلصان ما و البته جمعی که در تاجیکستان نشستگی مخلصان ما با عرفه نوروز مبارکبادی میکنند. من میخواستم که در دلتان چیزی نتایجی که داشته باشتان جامعه عمل باشد میگیم ما صنعتکار از 6 سالش تا 70 سالش فقط نیتای نیک که میگردیم. ما هر روز من نوروز بیام دعوت کردم دورت رفته همونجوری با خوشبختی کرده ابروی سمرقند ما برداشته آمدیم. ما چقدر صورت خونده در نوروز؟ در نوروز البته فولکلوری سمرقند خوندیم، چون که همیشه ما از همون چی بگم خردسالی و انسامبل ما همین که بود که فولکلوری بود که فقط از سرودهای خلقی دهنکی خلقی خوانده شده بود. اتنوگرافی هم میگه. اتنوگرافی بایازی فولکلور این از خلق گرفته و خلق با تکمیل کرده شروع کرده با خلق دادن این بیان. من میخوام مثل همین توتی جان مثل من همین روایت‌های زرفشان من گفته بودم که برایت تو بیام زنجیری دری سرایت جنبانده بیام. این البته سروده همین خلق گرفته از نو باز همون چی میگن موسیقی نو با مانده خلق با ازگر توفه کردن. بعد اونه که من مرزها کشاده شد رفت آمدی خیش تا باران و احترام به زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکی در این منطقه بلند شد. با کار شخصی شما با کار ایجادی شما چه تاثیر است؟ چون شما رو هم در اینجا و هم در تاجیکستان باید بگیم که همونجا نفر هنرمند صاحب مکتب میشناسن که تمام مثلا به سرودهای تاجیکی خلقی خیلی احترام بلند داره. مدتی من همین 5 سال آخران دویم صنعتکار به اعتبار بسیار شد، چون که رحمت چون که محترم پرزیدنت ما این بسیار هم همین اگر خواهید صحنه با برآمد کنید اگر شما عموما پول چیز نمیتید، چون که هر سال شما قدر میکنن. اکنون همون چیز اومده رسید، همون که آوردن که هر یک باید که صنعتکار هنر خودش اگر نشان تید اگر وای با گنرال وای با همین چی میگن کلیپو چیزها بی پول داده شما تو خانه توفه کردن داشتین که اقلی ماشین ها توفه کردن اما کارخانه با ماشین داشتین همیشه ما این به حد خرسند هستیم که چون که باز ما با مسئولیت کلان باز خیلی نقشه ها هست که مثلا در شهرهای خوجند، دوشنبه، کولاب یا در مرکزهای فرهنگی این یا اون ولایت ها برنامه‌های کنسرتی داره کنند، چون که اونجا هم پیروان مکتب هنری شما هستند هم مخلصان شما هستند که حالا با همون سرودهای سنمه با همون سرودهای ایام مادر توتی جان حالا هم در همه مثلا توی معرکه و محفل ها شنوانیده می شود. یعنی درباره نقشه های برآمد و اشتراکتان در تاجیکستان فرزان جان رحمت چنانه که من همه خاطر سرودهای ما گوش کرده پاس میدارم. من البته سرفراز هستم، لیکن من شما با وعده میتونم که نصیب باشد در روزهای نزدیک یک چی میگن تور میکنیم. همین تو میریم. فقط من یک نیت دارم یک همین بدخشان بیاوریم یک کنسرت کنیم. همین از بدخشان فرآمده من اینتو
از با فرامادن نالی مدام نالیش کردن میگه که البته من مخلصانمون یاد کردگی چیزی هم پازما ماندگی نصیب باشه خدا خواهد در همین چی میگن در وقتهای نزدیک من خدا خواهد وعده میتیم که یک رفته تور میکنیم تو من تاجیکستان دوشنبه میریم نصیب باشه تمامی که این گوشایی چی و پیشتر چی بود و اینجا سنگتوده و روغون غرم و واسه همین باید بود لینسکی بود اون طرف باز نوعی رودکی شده نوعی رودکی انا این بینید خدا خواهد نصیب باشد همین البته نقشه بسیار من خدا خواهد من آمدتان خدا خواهد همین چی بگید رها وا شد خدا خواهد البته حتما رفته مخلصان رو خورسان کردیم ایرو من خوجان پنجکات مثلا آمده خوجان من و نزدیکی وای بودیم در استقلالیتی همون وقتی هفتمی سپتامبر در شهری من همین شهری وای گلستان بودیم جشن گرفتیم رفته خدمت کردیم من میخواستم که انا همین فقط همین کجایی که نباشد همون دوستامو الهی همه وقت ساق سلامت باشه لیکن اولش خدا فقط روزکای نیک برفته من خدمت کنم تشکر چون در مابین تقریبا 20 سال اینجا یک کمی بحران فرهنگی و زبانی بود حالا ایجادات شما در کدام سطح هست مثلا با شاعران و آهنگسازان تاجیکستان یا تاجیک زبانانی که در جهان هستن همین پیوندتر کردید مثلا چون که یک مخلصان شما یک کمی گیله دارن که شما سرودهای نوی ماندگار رو کم ایجاد کردید البته این شاید این به همون حادثه ها کمی ربط داشت ولی بازم مخلصان طلب دارن و پیروان مکتب هنری شما که بغیر از اون سرودهایی که 30 سال پیش شما ایجاد کردید اون خیلی محبوبیت بلند کرد حالا اکنون چی شاهکاری هایی رو از شما مردم انتظار دارن حالا من دیست حالا جوان هستیم حالا اسبی نقص موما میگن که بدتر میدود خدا خواهد نصیب باشد هم میشنوم میشد خدا خواهد من چند تا من استادام داره من شعرهای من لایق میخوندم مثلا حاضرم کتاب ها من اساسی مانا همین روشی سرودخانه ما این سرود خلقی از نو مستکمل کرده به خط دادن البته این توم کتاب ها هستن که اینا تگش بگویی یگان تا صنعتکار رفته نرسته این رفته هم نمیرسه یگان تا بزرگ صنعتکار تگی همون چکوری صنعت مورم بوده رفته نرسته من لیکن من میخواستم که البته شعرهای نقص کتی همون شاعران داریم چقدر تاجیکستان شاعر داریم ازبکستان چقدر شاعر داریم لیکن هماشون رو یک مجسم کردم شیر و شکر کردم از من خودی من ای لبت پرخنده و چشمی سیاه حتم استی خواه ایکی زلفین آرسنده آی زندر آفتاب انا نمید حضرت جامعه البته اینا مثلا علیشیر نوایی کتی جامعه استاد و شاگردگی من میخواستم که الهین سالها عصرها این دوستی ما باقی میماند همه وقت این دوستی ما فقط ابد ماند میگیم چون ما در عرفه روزهای عیدی قرار داریم من میخواستم یک چند مصرع نوروزی برای مخلصانتان خوانید و شما رو باز به این معرکه‌هایی که زیاد دارید ما جواب دهیم خیلی من گفته بودم که مه برآمد بیا من گفته بودم که مه برآید بیا زنجیری دری سرای جنبانده بیا زنجیری دری سرای جنبانده نشد زنجیری دری سرای جنبانده نشد این دختری بای بچه فرداده نشد دختر رو تنشوی در لبی جای دختر رو تنشوی در لبی جای تو بی خبری داد اسرا بشوی تو بی خبری داد است ترا بشوی غیر دم بدم آرامی جانی مدی
غیرا غیرادم بدم شیرین زبانی من توی غیرا غیرادم بدم آرامی جانی من توی غیرا غیرادم بدم شیرین زبانی من توی نوروز مبارک شما. تشکر بینندگان عزیز، در صحبت ما قرار داشتن در برنامه مهمان آزادی هنرمند خلقی هم تاجیکستان و هم ازبکستان مردان مولونوف. تنسیت و پیروز باشید.